به نام الله بخشاینده و مهربان. طولی چند وقت است که میخواستم در مورد رزق و روزی و در مورد یک آیت سوره نساء با شما صحبت داشته باشم، چون به حیات خود شخصی من این آیت بسیار تاثیر کرد. پیش از آن که آغاز میکردم از شما احترامانه خواهش میکردم که به شبکه ما پیوست شوید، چون بسیار شبکه های هستند که انسان را به راه خطا گاه دعوت میکند، ولی مردم زیاد از پس آنها میروند و ما کوشش میکنیم سخنهای الله و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شما برسانیم. و از این را من نیز تصمیم گرفتم و مثل دیگران از شما خواهش کنم که به شبکه ما حتما پیوست شوید و نوارهایی که ما برای شما آماده میکنیم آن نوارها را به نزدیکان و پیوندان خود، به دوستان خود و برادران خود حتما تقسیم کنید و انشاءالله که شما نیز به اجر سزاوار می شوید به خاطر الله سبحانه و تعالی. رزق و روزی از جانب الله سبحانه و تعالی است و در تقریبا 90 جای قرآن کریم در مورد رزق و روزی آمده است و الله سبحانه و تعالی گفته است که رزق از جانب ما است و شیطان باشد گاهی وسواس میکند هر یکی ما را و از پس نفس دنیایی شده به کارهای خطا نیز گاهی دست میزنیم. و یک کوتاه در مورد یک برادر برای شما نقل میکنم. به سویدن کوچ میبندد و روزهای اول به مثل همه دیگر مهاجرها وقتی که به هجرت برآید به مشکلی ها روبرو می شود و اون برادر خواست که برای خود کار دریافت کند و کار در طربخانه پیدا کرد، چون کباب تاجیکی را خیلی خوب آماده کرده میتوانست. از این را به کار دعوت کردند و راضی شد برای کار کردن در طربخانه. صاحبش مردم فارس زبان بود، از ایران بود و گاه چند نفر از افغانستان نیز کار میکردند و این برادر که پابند دین خودش بود، دین اسلام بود، وقتی که تلفن موبیلیش از آن میگوید همه گرد و اطراف در طربخانه به حیرت میافتند. چی شد؟ آوازی چی بود؟ و بین خود آن نفران کارمندان طربخانه پیسخند زدن را آغاز کردند. فلانی تلفنی تو از آن میگوید، تو نماز میخوانی گفته به همدیگر خنده میکردند، با تبسم نگاه میکردند. نمیدونستند که تلفن آن برادری که نو امروز باری اول یکم روز به کار آمد تلفن وی از آن داده است و میگوید که تلفن موبیلی من بود و وقتی نماز شد و من باید که نمازم را ادا کنم و بعد از آن ادامه کار. کارفرما میگوید نمازت را در خانه خوان و اینجا کار است، تو باید که کار کنی. به کار آمده و آن برادر همان روز که نمازش را ادا میکند البته در وقتش و بعد از آن که کارش را به اتمام رسانید آمده به کارفرما میگوید که همین روز اول و روز آخر کار من بود و از آن کار البته که می رود، چون وقتی که به دینش خلل رساند اون برادر دین خودش را انتخاب کرد. رزق دهنده الله سبحانه و تعالی است و برابر دیگر کردن کار و این کار خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی بود. بعد از چند وقتی دیگر کاری نوی پیدا میکند که از این بهتر بود و معاشش نیز خوبتر بود. و وقتی که این را قصه کرد من خیلی وقتی گوش کردم با تعجب گوش کردم. این حال اگر اهمیت که دادیم مردم زیاد طرف خوبی دین اسلام را به خود قبول میکنند
و بعضی چیز دیگر را از خود دور میکنند. میگویند که نه، اسلامی ما همه را آسان کرده است و من آسانی را قبول میکنم و فتواهای گوش میکنند که آن فتوا کلا شاید که نادرست باشد. از این خاطر رزق دهنده الله سبحانه و تعالی است و ما که به خاطر الله کار را عوض کردیم، انشاءالله کاری خوبی دیگر از جانب الله تعالی پیدا می شود. و من در مورد آیت 97 سوره نساء میخواستم که با شما کمی صحبت داشته باشم، چون انا همین آیت در زندگی من خیلی تاثیر خوبی بخشیده بود. چند سال پیش من در رادیو کار میکردم و برنامه رمضانی داشتم و قانونهای نانوشته پیدا شد و گفتند که دیگر برنامه که تعلیم اسلامی داشته است بهترش این که آن را در رادیو جای ندهید و برنامه از بین برده شد. آن وقت من تصمیم گرفته بودم که اولین اودیو کتاب تاجیکی ترجمه قرآن کریم را ثبت کنم، معنای ترجمه قرآن کریم را، و این کار را انجام میدادم. در رادیو تاجیکستان کار میکردم، صبح بر وقت به کار می آمدم و ترجمه متن قرآن کریم را ثبت میکردم. سوره بقره پورا تمام شده بود، ترجمهش آل عمران، سه سوره اول را جنبست کردیم و به سوره نساء آمدم. و وقتی که آیت 97 سوره نساء را میخوندم، چنانکه که در بالا ذکر کردم، بسیار برای من تاثیر جدی بخشید. عیناً میخوانم معنی آن را. هر آینه کسانی که بر نفسهای خود ستم کرده اند، در حالی که فرشتگان روحشان را میگیرند، به آنها گویند شما در دنیا به چه حال بودید؟ آنها پاسخ دهند در زمین ناتوان و بیچاره بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین الله وسیع نبود تا در آن هجرت میکردید؟ پس آن گروه را جایشان دوزخ است و بازگشتی بد است. در مورد سبب نزول این آیت ابن عباس از الله راضی باشد چنین نقل میکند: وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند و بعضی از صحابگان آن وقت به یک جای با رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد و اکثریت دیگر به حبشه هجرت کردند و آنهایی که در مکه بودند به مشرکان پیوست شدند و در جنگ بدر آنها بر ضد برادران خود مسلمانان مبارزه بردند. و یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکند: یا رسول الله، حال آن برادران ما که دین اسلام را قبول کرده بودند و با مشرکان بر ضد ما مبارزه بردند چی می شود؟ و در همین جا آیتی که ما نوکک خواندیم نازل می شود: مشکلات همه را آسان گردانید. آنهایی که گاهی می گفتند که ما مسلمان هستیم ولی از اظهار کردن نام اسلام می ترسیدند و از از نشان دادن طرز نمازخوانی خود آن وقت ها می ترسیدند و با مشرکان در مکه ماندند و بر ضد برادران خود جنگیدند و در آن جنگ اکثریتشان فوت دیدند. و چنانکه که در سوره نساء آیت 97 آمده است، الله سبحانه و تعالی میگوید که وقتی فرشتگان میپرسند که شما چگونه زندگی کردید، آنها در جواب میگویند که ما فقیر بودیم، ما ناتوان بودیم، ما نتوانستیم که هجرت کنیم، ما نتوانستیم که مال و ملک خودمون را پرداخته به جای دیگر رویم و دین خودمون را حفظ کنیم و ابراز دین خودمون کنیم، یعنی که اظهار دین خودمون کنیم. و فرشتگان گفتند که وای بر حال شما که دیگر بعد جای شما دارید، جهنم است، دوزخ است. خلاصه موافق تفسیر ابن کثیر
مسلمانی که در دارالکفر زندگی میکند اگر از سبب فشار آنها امور دینی خود را اجرا کرده نتواند، اجماع امت بر آن است که از چنین مکان به مکان موافق هجرت کردنش فرض است. اگر امور دینی خود را اجرا کرده تواند هم نزد بعضی از علماها هجرت کردنش واجب و مستحب است. از دارالظلم به دارالعدل، از دارالفتنه به دارالسنت نیز هجرت نمودن حکمش انا همین بوده است. این موافق تفسیر ابن کثیر. تماشابینان گرامی، من اینجا جنبست میکنم و با شما خداحافظی میکنم. الله نگهبان هر یکی شما باشد و به شبکه ما پیوست شوید، ابونه شوید، به دوستانتان نوار ما را تقسیم کنید و انشالله که کمی باشد هم ما با نقل خود برای شما فایده آوردیم. الله نگهبان هر یکی شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.